السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما فرزانه میرزایeva. جمهوری تاجیکستان در راه گزارش بر رقم‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار می‌گذارد. تفصیلات بیشتر در گزارش منصور جلال. تأمین رشد با نظام ذهن صنعی، رقم‌کنونی اقتصادی ملی و تکنولوژی‌های اینوواسیونی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست پیشگرفته دولت بوده. در یک مدت کوتاه با تشبث و دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، زمینه‌های اینفراستراکتور اقتصادی رقمی و اساس‌های حقوقی ساحه تشکیل و تقویت یافتند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود رشد اقتصادیات را بدون اینوواسیا، بدون اقتصاد رقمی غیر امکان قید کردند و این عامل سبب گردید که اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان باز هم وسعت داده شود، رشد یابد. اقتصاد رقمی علاقمندی دارد با نگاهداری، کارکرد و استفاده معلومات و این معلومات ها ضرور است که در نظام ملی، در مخزن ملی نگاهداری کرده شوند تا که استفاده آنها، تا که کارکرد آنها برای سوبیکتان اقتصادی دسترس باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی ذکر کردند که تا شبکه‌های 5G انکشاف دادن اینفراستراکتور رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات تهیه کرده شود. بدون اینفراستراکتور مؤثر، بدون اینفراستراکتور ثمرناک، تطبیق کردن لایحه‌های اینوواسیونی، تطبیق کردن اقتصاد رقمی در حدود جمهوری مشکل است. از این خاطر تا بعد نظام 5G بلند برداشتن دسترسی اهالی و استفاده اهالی از اینترنت این یکی از راه‌های میباشد که به واسطه در همچون رکن اساسی در نظام اقتصاد رقمی برای دسترسی اهالی و خدمت رسانی‌ها، برای استفاده مأخذهای گوناگون اطلاعاتی از جانب اهالی و دیگر سوبیکتان اقتصادی زمینه ضروری را تشکیل می‌کند. گزارش به اقتصاد رقمی طلبات دور بوده ماهیتاً بر نفع جامعه و پیشرفت اقتصادی مملکت، رشد تکنولوژی معاصر و خدمت‌رسانی اطلاعاتی محسوب می‌یابد. جمهوری تاجیکستان در جاده گزارش بر رقم‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تأمین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. در نویای روشن تدبیرهای آبادانی وسعت یافته، بیناهای بلندشانه استقامتی و انشاءات معاصر خدمت‌رسانی بنیاد می‌گردد. معلوماتی بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чун дигар минтақаҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол аз баракати ваҳдату истиқлолият ва ваҳдати миллӣ дар марҳилаи пешрафту инкишоф қарор дорад. дар замони соҳибдавлатӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия 123 иншооти аҳамияти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ин теъдод корхонаҳои саноатӣ, иншооти соҳаи маориф, варзиш, фарҳанг, марказҳои хизматрасонӣ, биноҳои маъмурӣ ва ғайра бунёд ёфта ба беҳбуд бахшидани некоаволии сокинони маҳаллӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ мусоидат намуданд. محض با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی امروز در تمام قلمروی مملکت آبادکاری و سازندگی با مرام ادامه دارد. قابل ذکر است که بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 165 انشاءات تعییناتشان گوناگون تصدیق کرده و استفاده داده میشوند. 123 انشاءات تا امروز در نوعشان به استفاده داده شدند. از آن جمله کارخانه‌های صنعتی 10 عدد، انشاءات‌های ساحه معارف 4 عدد، انشاءات‌های ورزشی 9 عدد، انشاءات‌های فرهنگی 3 عدد، انشاءات‌های خدمت‌رسانی 8 عدد، انشاءات‌های سودا و خوراک عمومی 4 عدد، راه و کوپرک‌ها 10 عدد، بناهای معموری 8 عدد. دیگر انشاءات تعییناتشان گوناگون 65 عدد میباشند. بعد از به استفاده دادن چنین انشاءات‌ها وضع اقتصادی و اجتماعی نویه کلاً تغییر یافته، بهر رشد و آبادانی آن
تأثیر مثبت خود را رسانیده است. در زمینه سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن مرحله به مرحله روند آبادانی و سازندگی با اشتراک باشندگان محلی جریان داشته. این اقدام به سیمای ظاهری مرکزی ناحیه و دیگر دهات آن تکانی کلیدی بخشید. بنیاد انفراستراکتور ضروری، بناهای معموری و دیگر انشاءات لازمه برای خواجگی خلق ناحیه روشن نشانه از وحدت کامل ملی و استقلالیت وطن ارزیابی می‌گردد. در پرتو تجلیل روز وحدت ملی کارهای ساختمانی در زیاده از 9 انشاءات ادامه واقعی پیدا نموده. نیت است که تا روز وحدت ملی انشاءات مذکور مورد استفاده روشنضمیران ناحیه روشن قرار داده خواهند شد. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه روشن، اخبار. در شهر اسفره کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌کند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در شهر اسفره به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته. انشاءات مهم خواجگی خلق بنیاد، تعمیر و نوسازی کرده می شود. به این مناسبت نقشه چهاربینی ها تهیه گردیده، طبق آن در مرکز شهر اسفره و دهات آن بنیاد، تعمیر و نوسازی زیاده از 900 انشاءات تعیناتی گوناگون پیش بینی شده است. تا این دوره زیاده از 600 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده. در باقی مانده کارهای ساختمانی جریان دارد. بنیاد بناهای بلندآشانه استقامتی در اساس نقشه عملی شده، اساساً در مرکز شهر ادامه دارد. خوب است که این روند روز تا روز وسعت می‌یابد و در برابر آن که مشکلات اجتماعی اهالی حل خود را پیدا می‌کند، همزمان شماره زیادی ساکنان محلی در وقت بنیاد انشاءات با جای کار تأمین می‌شوند. در همه این کارهای خیری آبادانی سهم صاحبکاران و ساکنان مملکت بسیار بزرگ میباشد. ساکنان شهر و دهات اسفره بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های نیک و شایسته را عملی نموده تلاش دارند تا جشن ملی را با نتیجه‌های نظررس استقبال نمایند. به این مقصد نقش چهاربینا تهیه گردیده، طبق آن ساختمان از نوسازی و تعمیر و ترمیم زیاده از 900 انشاءات‌های استحصال اجتماعی پیش بینی شده است. تا این دوره قسم زیادی انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. باعث قناعتمندی است که در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت با عمل‌های خیر و وطندوستانه دست زدن صاحبکاران و افراد سخاوت پیشه وسعت می‌یابد که آن به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. ما نیت داریم که همه انشاءات جشنی را با صفت بلند و پیش از مهلت مقرر گردیده بنیاد نموده این سنی مهم تاریخی را شایسته استقبال گیریم. باعث قناعتمندی است که سالهای آخر محض با توجه دستور و نشانداد و غمخوری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر اسفره به یکی از شهرهای آباد و زیبا تبدیل یافته و سطح و صفت زندگی ساکنان سپاسگزارش به طور نظررس بهتر شده است. در دایره آبادکاری‌ها توسط جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان و تعمیر بناهای استقامتی بسیار آشانه، مکتب و بناهای علاوگی تعلیمی، کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های طبی و مرکزهای سودا و خدمترسانی ادامه دارد. در عرفه جشن بزرگ ملی مردم اسفره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین، شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه‌ها جهت دارند که این شهر باستانی باز هم رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. ماهی پروری چون ساحه سردرآمد در ناحیه عبدالرحمن جامی رشد می‌یابد. توجه نمایید. در مرحله نهایت دشوار سالهای اول صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای به افاقه آوردن روز و روزگاری مردم چند مقصد را همچون هدفهای استراتژیک قبول نمود و خوشبختانه عملاً پیگیری کردن همین هدفها ما را به این روز رسانید. یکی از این هدف استراتژی اعلان نمودن امنیت غذایی میباشد که از اولویت‌های فعالیت حکومت مملکت ارزیابی کرده می‌شود. همینک با گذشت بیش از 3 ساله این هدف تا جای برآورده شد. امروز در مملکت نان فراوان است و بازار و دکان‌ها پر از انواع گوناگون مواد غذایی
غذایی است. اکنون که هدفهای اولیه در این سمت برآورده شدند، مرحله دیگر استراتژی فرا رسیده است. این هم تامین غذای سالم. در راسیون غذای سالم ماهی موقع مخصوص دارد. امروز جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد این ساحه یکچند برنامه و استراتژی ها را قبول و به توسعه رسانیده است که عملی شوی آنها قدمی استوار در راه رسیدن به هدفهای نهایی است. حالا در کشور ولایت ختلان برای تامین بازار داخلی با ماهی پیشگام است و بیشک از نشاندادهای آماری برمیآید که ماهی پروران این منطقه جهت کاهش دادن حجم واردات این محصولات به مملکت دست به کارند و نتیجه ها نیز ثمرآور. اگر مجموعه محصولات کشاورزی از آن جمله استحصال ماهی را بگیریم، ما در جمهوری 80 تا 82% استحصال جمهوری را ولایت ختلان می‌دهد. عموما خواجگی ماهی پروری ختلان امروز توجه را به آن زیاد کرده ایستادن که آن نقشه و آن دورنما و آن نقشه چهاربینی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در پیش آنها گذاشته است، می‌خواهند که با سربلندان جنبش سال 2025 جنبش کنند و استحصال ماهی را اگر سالهای 10 سال پیش به نظر بگیریم، اگر 1000 هکتار از 700 تا یک تونایی میشد، امروز ما قریب 7 تا حساب میانه قدید تونایی، یعنی 20 سنتنری از استحصال کرده برآمدیم. زیاد گردیدن حجم استحصال ماهی در این دوره بازگوی آن است که این ساحه کم خرج و سردرآمد در ولایت با تدریج رشد دارد. واردات نوع‌های گوناگون ماهی و براه ماندن پرورش آن در شرایط تاجیکستان از اقدامات ماهیداران دانسته می شود. ناحیه عبدالرحمن جامی یکی از ناحیه‌های مهم اگراری کشور است و سهم خواجگیداران این ناحیه در تامین امنیت ذوق‌آوری مملکت تدریجاً می‌افزاید. لازم به ذکر خاص است که تعداد خواجگی‌های ماهی پروری در ناحیه همساله در حال افزایش است. اگر در سال 2017 در ناحیه عبدالرحمن جامی 29 خواجگی ماهی پروری فعالیت می‌کرد، پس حالا این شماره به 42 رسانیده شد و با آنها بیش از 870 هکتار کلوه حوض‌ها وابسته شده است. در همین خواجگی‌های ماهی پروری با استفاده از امکانات موجوده، ماهی پروران در مجموع 363 تن ماهی استحصال کردند که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 23 تن زیاد میباشد. جمعیت سهامی گشاده پرورشگاه ماهی خوشزاد ناحیه عبدالرحمن جامی از خواجگی‌های فعال ماهی پروری دانسته می‌شود و پرورش ماهی را در 20 کل براه مانده است. همه روزه از کل‌های این جمعیت به حساب میانه 1 تن ماهی و بازارهای ناحیه مرکزی ولایت ختلان شهر باختر و پایتخت جمهوری شهر دوشنبه به فروش برآورده می شود. در این خواجگی ماهیداری به طور بی‌سابقه رشد دارد. پرورش و نگاهبینی ماهی با اصولهای خاصی صحوی براه مانده شده، در این زمینه حجم استحصال آن نیز رو به افزایش است. در خواجگی 3 نمود ماهی پیشونه قوس سفید، کرپ و یا به اصطلاح دیگر زغور ماهی و امور سفید پرورش می‌یابند. باید تذکر داد که در ساحه ماهی پروری یکی از سمت‌های اساسی فعالیت استحصال تکراری ماهیچه‌ها به حساب می‌رود. خواجگی در حوض‌های خود کرمین ماهی‌ها را پرورش نموده بعداً نگاهبینی آن را در حوض‌های دیگر خواجگی براه می‌مانند. فعالیت با ثمر جمعیت و رسیدگی به مشکلات موجوده نیز از دستاوردهای ماهیداران دانسته می‌شود. در عین حال خواجگی پرورشگاه ماهی خوشزاد برای دسترسی دیگر خواجگی‌های ماهی پروری و نوتأسیس با کرمین ماهی‌ها مساعدت می‌نماید. اگر ما 4-5 سال پیش اگر به نظر بگیریم پرابلم بود برای تامین کردن خواجگی ماهی پروری با ماهیچه، این سال این پرابلم از بین رفتگی است. ما قریب 120% گفته میتونیم که کدام خواجگی که نو تشکیل میشود، کدام خواجگی که براه موندگی برای پرورش از ماهیچه خودمون پرورش که عین زمان در کل حوض‌های این جمعیت کرمین‌ماهی‌های گوناگون پرورش یافته ایستادند که نشونامای آنها خوب میباشد. مسئولین نقشه دارند که امسال حجم استحصال ماهی را به 1200 تن رسانیده، در 3 سال بعدی موافق نقشه دورنما این نشانداد را تا به 3000 تن رسانند. باید گفت که در زمینه خواجگی مذکور همچنین زمین‌های کاران فعالیت دارند که جهت استحصال خوراک ماهی مساعدتی فعال می‌نمایند. یعنی مسئولین برای افزایش استحصالات و به این وسیله جلب نمودن ساکنان به کار دائمی پیوسته کوشش به خرج می‌دهند. جهت انتقال ماهی زنده و بازار و فروشگاه‌ها در نزد جمعیت ماشین‌های مخصوص فعالیت دارند که برای انتقال خصوصاً ماهی زنده به بازارهای شهر دوشنبه مساعدتی فعال می‌نماید. برطرف سازی مشکلات و زیاد نمودن حجم استحصالات این کل نزدیک 75 هکتار را تشکیل می‌دهد و چند سال باز کار ناشایان در حالت غیر سنی‌تری قرار داشت. امروز رهبرت جمعیت سهامی گشاده پرورشگاه ماهی خوشزاد جهت رفع مشکلات دست به کار است. بنا به اطلاع مسئولین سال‌های قبلی ماهی همین
قطعه نزدیک 20% حجم عمومی محصولات استحصال نموده جمعیت را تشکیل میداد. با در نظر داشت عملی‌سازی برنامه‌های رشد ساحه، تصمیم فعالگردانی کل روی دست گرفته شد و اکنون چاره‌های پاککاری ادامه دارد. اقدام دیگر با مقصد عملی‌سازی هدفها در سمت رشد ساحه صنعت، مسئولین این نهاد تصمیم بنیاد کارگاه بند و بست کنسروهای ماهی را عملی نمودند که حالا کار موافق نقشه ادامه داشته و اصل و نصب تجهیزات در حال انجامیابی قرار دارند. با فعال گردیدن کارگاه استحصالی تا 20 نفر با کار و معاش خوب تامین خواهد شد. باید ذکر نمود که در زمان صاحب استقلالی توجه و دستگیری‌های دولت و حکومت مملکت جهت رشد این ساحه کم خرج و سردرآمد زیاد است. از همین عامل باعث رشد ساحه ماهی پروری در ناحیه عبدالرحمانی جامی گردیده است. قبول برنامه رشد ساحه ماهیداری به خواجگیداران و صاحبکارانی که میل به ساحه ماهی پروری دارند امکانات خوب فراهم آورد. آنها از امتیازهای فراهم نموده حکومت جمهوری به ساحه مذکور و دستگیری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هوسمند شده جهت وسیع نمودن میدان خواجگی‌های ماهی پروری تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. از این امتیازها پرورشگاه ماهی خوشذات ناحیه عبدالرحمانی جامی نیز بهره‌ور گردیده است. در شهر وحدت زمین‌های کارم ثمرناک استفاده می‌شود. گزارش در این خصوص. سهمداران جماعت دهات سیمیگنج شهر وحدت میدان 1185 گکتار زمین‌های آبی در اختیار داشتهشان را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده برای زیاد گردیدن بازده زمین از نوع‌های بهترین و به اقلیم مطابق تخمی آب و زمین استفاده برده حاصل فراوان محصولات ساحه کشاورزی را به دست می‌آورند. یکی از محصولات پروریده اهل زحمت خواجگیداران جماعت دهات سیمیگنج سرپیاز محسوب یافته، سال جاری میدان کشت این نوع محصولات ساحه را اهل زحمت نظر به سالهای گذشته به مراتب زیاد نمودند. زیرا پرورش سرپیاز مهنت زیاد را طلب ننماید هم سهمداران از حاصل آن درآمد بیشتر به دست می‌آورند. عین زمان در حدود جماعت دهات سیمیگنج حاصل پخته رسیده کارتوشکا را جمع‌آوری نموده ایستادند. طبق دورنما کشاورزان جماعت دهات سیمیگنج سال روان در میدان 160 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده حاصل دلخواه به دست آوردند. در بعضی از خواجگی‌های دهقانی الکای کارتوشکا را جمع‌آوری نموده در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری گذرانیدند. از روی گفته کارشناسان حاصل پروریده سهمداران خوب بوده به حساب میانه از هر گکتار 210-230 سنتنری کارتوشکا به دست آوردند. میدان 330 گکتار غله‌دانگی ها از جمله گندم کشاورزان که امروز بارآور گردیدند بازگوی آن است که دهقانان از این نوع غله‌دانگی از هر گکتار به حساب میانه 450 سنتنری حاصل گندم جمع‌آوری می‌نمایند. مساحت کشت و پرورش سبزوات سهمداران که طبق دورنما 80 گکتار را در بر می‌گیرد بازگوی آن است که کشاورزان با مهنت پرمحصول خویش سال جاری بازار استعمالی را با سبزوات تر و تازه تامین می‌نمایند. هدف سهمداران جماعت دهات سیمیگنج شهر وحدت پرثمر استفاده بردن هر قطعه زمین کارم، دریافت حاصل فراوان، تامین بازار استعمالی با محصولات ساحه کشاورزی و سهم گذاشتن در غنی گردانیدن سبد استعمالی مملکت میباشد. محمد علی عبدالکریم، اسمت الله عبدالله‌زاده، وحدت اخبار. در ناحیه شمسی شاهین بین جوانان برای اشتراک در آزمون‌ها می‌افزاید. گزارش در این خصوص. ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین مخصوصاً نورسان و جوانان در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیزی من و دیگر آزمون و المپیاده‌های فنی شرکت فعالانه داشته سال تا سال شماره اشتراکداران و غالبان در حال افزودن است. تشکیل و برگزاری چنین آزمون‌ها بار دیگر توجه اهل جامعه به خصوص نسل جوان را به آموزش علم و مطالعه پیوسته کتاب بیشتر نموده همساله نتیجه‌های نظررس به بار آورده ایستاده است. سال جاری نیز اشتراکیان آزمون‌ها با آمادگی‌های همه‌جانبه فعالانه شرکت ورزیده ایستادند. خوانندگان ناحیه شمسین شاهین در آزمون‌های سطح ولایتی، ناحیوی، جمهوری فعالانه اشتراک می‌نمایند. امسال در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در دور یکم 1833 نفر خوانندگان اشتراک نموده. از این شماره 365 نفر به دور ناحیوی رخصت گرفت و طبق خلاصه هیئت حکمان در دور ناحیوی
хонандагонро пешниҳод намуда аз ин шумора 37 нафар хонандагон ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз муҳимтарин василаи тақвияти ҷаҳони маънавии аҳли ҷомеа ба шумор рафта, оид ба ҷалби хонандагон ба китобхонӣ ва ба ин васила дар рушди зеҳниву афкори насли ояндасоз заминаи устувор мегузорад ва роҳи онҳоро ба сӯи муваффақиятҳо боз менамояд. طولی 3 سال است که در این آزمون اشتراک میکنم و امسال در دوره ناحیوی آزمون جمهوریوی سزاوار جای اول گردیدم. من زیاده از 110 غزل، 152 رباعی و 2 بیتی، 150 بیت قصیده، 200 بیت پارچه از داستان و 450 بیت دیگر نوع‌های شعری از خود نمودم و این چنین آثار نثر کلاسیکی و نمونه نثر روایتی را از خود نموده‌ام. آزمون با گزارش 4 دور نتیجه‌گیری و جمع‌بست کرده می‌شود. تاکنون دوره ناحیوی آزمون برگزار شده، غالبان برای اشتراک در دوره ولایتی آمادگی دیده ایستادند. کوشش و زحمت هر یک اشتراکی بهره آن روانه شده است که دانش و مهارت و استعداد سخنوری خویش را تقویت بخشیده با شرکت فعالانه غالب دوره نهایی گردند و همچون فردی صاحب معرفت جامعه توسط علم و هنر اندوخته‌شان بهره آینده درخشان وطن سهمگذاری نمایند. من طولی 5 سال می‌شود که در این آزمون اشتراک نموده، غالبیت را به دست نیاورده، دلشکسته نشده در این آزمون اشتراک نمودم. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در دور ناحیوی آزمون اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم و باز کوشش میکنم که تا دور جمهوریوی آزمون اشتراک نموده غالبیت را به دست دارم. محض برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت بود که دوام سالهای آخر در ناحیه شمس‌الدین شاهین توجه نورسان و جوانان به آموزش علم‌های معاصر بیش از هر وقت افزون گردیده، کامیابی آنها در سمت اختراعات و نوآوری‌ها در ساحه علم و استحصالات بیشتر گردیده ایستاده است. زیاده از 15 تجهیزات‌های نو اختراع کردن، از جمله دستگاه کفشگری اختراع نمودن، بالگرکا و چیزایی که در ساختمان‌ها برای چیزهای خرد استفاده کرده می‌شود ساختم. یکی از دستگاه‌هایی که من ساختم از سالارکا گاز استحصال می‌شود که یعنی که وای می‌تواند گاز استحصال کند. یعنی با 1 لیتر سالارکا وای تقریبا با مثل 6-7 لیتر گاز سوخته می‌تواند. من در آینده نقشه دارم که دستگاه خود را کلانتر سازم و به مردم پیشنهاد نمایم. یعنی که در سطح بهتر و خوبتر شد. و حالا من می‌توانم که طرز استفاده برای این دستگاه ساختم را نشان دهم. دوره به دوره بنیاد سینفخانه‌های ایلاوگی و مؤسسه‌های نو و زمانوی اینچنین فراهمسازی شرایط و امکانیت‌های معاصر تعلیمی در ناحیه گواهی رشد ساحه معارف و دستاورد ارزشمند برای ساکنان محسوب می‌یابد. چنین امکانیت‌ها در آماده‌سازی متخصصان رقابت‌پذیر و تأمین پیشرفت آینده کشور مساعدت می‌نماید. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. بینندگان گرامی، اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر خانه باد و سربلند بمانید.